بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من امیر حسین ساجدی هستم. اینجا پادکست برگرد. خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما. خیلی سریع بگم این لباسی که الان بر تن من هست لباس خدمت من در عتبه مقدسه عباسیه سلام الله علیه، یا همون حرم هست ابوالفضل هست که واپسین ساعات ماه سفر بر تن من بود و با این لباس خدمت میکردم در حرم آقا ابوالفضل و هنوز بوی حرم مطهرش روی این لباس هست و همینجوری که صحبت میکنم بغض هم دارم که من توش حال و هوایی بودم و چه از دست دادم و برگشتم. آره، این مشکی رو بر من حلال بدونید که این لباس خدمت منه و باعث افتخار من. میگم که زندگیتون رو به کی باختید؟ زندگیتون رو به چی باختید؟ چی باعث میشه که الان دو زانوی غمتو بغل میگیری و چی شده؟ برای کی؟ از کدوم دوست داشتن حرف میزنی؟ ببین داداش من، خواهر من، بالا بری پایین بیای، من و تو در قرآن میفرماید که از مایع نجس به وجود اومدیم. در قرآن میفرماید دیگه ورودمون به این دنیا از یک نجاست بوده و شاید خیلی آمونم به این دلیل به وجود اومدیم که پدر مادرامون طعنه نشنون. اصلا همین جوری ادامه داره دیگه، برای ما، برای شما، برای پدر مادرامون، که آقا شما بچه دار نمیشید، نکنه مشکل داره. مشکل از کیه؟ برای اینکه حرف قائل بخوابه ما به وجود اومدیم. یا نه داشتن ختم به طلاق میشدن، جدایی و اینها. حالا یه بچه هم بیارید زندگیتون پر زرق و برق میشه. همین که پامونو گذاشتیم توی دنیا با گریه شروع کردیم. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در سختی آفریدیم. به محبت خدا و به توجه خدا در سینه ما در غذایی برای ما فراهم شد. پس اولش خدا دوستمون داشت. حالا الان هر خودمو میگم، هر کثافتی اگه هستم از اون اولش منو دوستم داشت. به محبت خدا تربیت شدیم. رب به معنای پرورش دهنده، پروردگار. و نگهدار من آن است که من میدانم، درست میگم، شیشه را در بغل سنگ نگه میدارد. همچین خیلی جاها قرار بود ماشین به همون بزنه تو بچگیمون، خیلی جاها قرار بود پامون بره تو جوب سرمون بشکنه، یه دستی ما رو نگه داشت. خب تا اینجا بیشتر اگر بودیم به خاطر بچه بودنمون و کوچولو موچولو بودن و گوگولی بگولی بودنمون ما رو دوستمون داشتیم. یه خورده که بزرگ میشی یه جوری نگاهت میکنه، نگاه های پسر فلانی ها، آره چه پررو شده، خاله به خواهرزاده، دایی به خواهرزاده، نمیدونم برادرزاده، عمو همه به برادرزاده. از موقع پدر مادر خوبش یوسف پیغمبر بود که برادراش انداختن ته چاه. پس یوسفی هم که افتاد ته چاه، اولین جایی که سرشو گذاشت جایی بود که ملک وحی بهش نازل شد و بهش گفت یوسف نترس، لا تخف ولا تحزن، نترس، ناراحت نباش. بزرگتر شدیم رفتیم مدرسه و
یه دسته گلی آب دادیم و ناظم گفت پاشید بیاد مدرسه. اولیاش اومدن و گفتن آقا این شیطونه، ما کاریش نمیتونیم بکنیم، آبروی ما رو هم برده. اینجا اولین جاییست که پدر مادر هم شاید، نمیگم 100%، یه مقداری از تو بچهشون فاصله گرفتن و خودشون رو مبرا کردن. حالا این بچه یا این بنده خدا، حالا درست یا غلط، انا هدیناه السبیل، ما شاکر خوب، اما کفورا بد. یکیشون رفت سمت نمیدونم کارهای خلاف، یکیشون رفت سمت کار درست. اگه کار درست بره که پدر مادر سینه رو میدن جلو و بله ما تربیتشون کردیم و به هر حال کاری که از دستمون بر می اومد و شروع بد باشه خودشون میکشن عقب. ببین دیگه خونه نیا، دیگه نگی با منی ها. اینجام باز خدا دوست داره. از نطفه و جنین گفتم تا رسیدیم به جایی که دیگه تو صاحب اختیار شدی. میری سراغ کسب و کار، چکت برگشت میخوره، مالتو میبرن، میان در خونه بابا رو میزنن، میگن که خب آقا ما به من چه، سن قانونی رسیده بندازینش زندان. بس رسما دیگه الان ما بخوایم صحبت کنیم که از یه هوای ما رو نداره. ازدواج میکنیم، خیلی خوشیم، 1-2 سال اولش خیلی خوش میگذره، یه خورده میریم جلو، یه ذره آبه اگه دیر برسه یا آب گرم باشه، آی وای، ازدواج میکنی، طرف با کوه محبت ازدواج تو یهویی پشت پا برات میگیره، میگه برو بابا، چه دوست داشته تو به درد من نمیخوره. اون شبایی که جدا میشی از معشوقت یا معشوقت، سرت رو پای کیه؟ خدا. تا الانشم خدا. هیچ رفیقی پیدا نمی کنی که دوست داشته باشه مگه خدا. تو زندگی هممونم بوده. الکی الان ادا برای من نگیر که بگی وای نه خدا اینجا منو کمکت نکرده بود تا اینجا نمیرسیدی. چقدر تو کرونا مردن، چقدر تو آتش سوزی ها و زلزله ها و جنگ و این قضایا مردن. دوست داشتم. همیشه قلب ما مثل ماهی بود که از آب افتاده بود بیرون و داشت جون میداد، تلظی میکرد. تلظی یعنی اون جایی که ماهی رو اگه به آبم برگردونی دیگه فایده ای نداره، تمام. و یه نفر اومد خودشو به ما نشون داد و گفتش که ببین من آب زلالم و تو آخرین دریاچه تو امتحان کردی و خودتو انداختی تو دامنش و خشک شد و رفت. پس از کدوم دوست داشتن حرف میزنی؟ بیا با من صحبت کن دیگه، با من حرف بزن دیگه. از کدوم علاقه حرف میزنی؟ یه سکانسی بود توی یکی از این فیلم ها میگفت بابا تو میگی نام زدم، یه 2 تا سکت بالا پایین بکنی به این تعبیر بود که اونم دیگه دوست نداره، یا پول تو جیبت نباشه اونم دوست نداره. راست میگه. بچه‌ها بعضی از حرفای من شاید بر اساس تجاربم باشه، کسی نیست با تو وایسه، خودتونید و این دنیا با خدا. ولی بهتر اینه که تو یارکشی اول زندگیتون خدا رو بکشونید سمت خودتون. تمام زورش از اون اول خلقت تو اینه که فإنک بأعیاننا، تو در محافظت کامل مایی.
حالا یکی آمد گفت دوست دارم، رفت دوست نداشت، ولش کن. تو بغل منی، بنده من. هر کثافتی که میخوای باش. تو بنده منی. میگفت شمر رو نمیدونم این ملعونهایی که توی کربلا دست داشتن اگر توفیق توبه پیدا میکردن خدا میبخشیدشون. ابر رحمته به همه جا میباره، رزقشونو میده. من اگر یه نفر با هم لج و لج بازی میکرد به نظرت میذاشتم فردا صبح بهش قضا برسه اگر قضاش دست من بود؟ نه والله. از کدوم دوست داشتن حرف میزنی؟ بیا به من بگو. از بدو تولدت انقدر بودی، اصلا انقدر که خودش میگه در قرآن یک مایه نجس بودی، دوستتون داشت تا الانی که تو داری حرف من گوش میدی و خواهد داشت. حالا یه جا دیگه مظهر دوست داشتنشو پیاده میکنه، اونم یه نفره، اونم آقای امام حسین. انشالله قسمتتون بشه برید حرمش. من این سفرم با یکی از رفقا رفته بودم، باب قاضی الحاجات از کنج حرم وارد میشه، یه سراشیبی داره. بهش گفتم که فلانی الان مشکلات چیه؟ شما این گفتم خیلی خوب، میریم تو اتمسفر حرم ببین اجازه میده مشکلتو با خودت ببری؟ گفت باشو بریم. رفتیم تو حرم، این سراشیبی حرم مبارک رو رفتیم پایین. از کنج حرم نگاهمون به اون درب ورودی که بالا سرش نوشته قال سید الکونین حسین منی و انا من حسین افتاد. یه چند دقیقه مات و مبهوته زیارت اولی، نمیتونه بفهمه چی شد. ازش پرسیدم چی شد؟ گفت اصلا نمیتونم فکر کنم به بدبختیم. در کتاب کامل الزیارات اومده که سید الشهدا وقتی زائرش وارد شهر میشه به 4 فرسخی قبر مبارک که میرسه زائرش رو در آغوش میگیره، سینه مبارک رو به سینه زائر میچسبونه، قلب مبارک رو به قلب زائر میچسبونه. یه بار برو کربلا ببینم اون وقت میای میگی کسی دوستم داشت یا نه. بچه یه مکافاتی برای من چند وقت پیش اومد. من بلا فاصله بعد از این قضیه لطفی که حضرت سید الشهدا به من کرد و پشو بیا کربلا. یعنی آدم بعضی ها تجربه نمیکنه دیگه، بعض دردا رو تجربه نمیکنه، میگه آه این دیگه عجیب، اصلا درد دندون این دیگه عجیب غریبه. بعد یه دکتری میبینیم میگه کاری نبیاد تق درست شد. بعضی این دردی که من داشتم میکشتم خیلی عجیب غریب بود، برام نچشیده بودم تا حالا. و من رو در برابر حرفم هم قبول دادم. بچه ها دوست داشتن امام حسین اینجوریه، قرار میدنتون رو برو حرفتون. یه چند مرد حلاجی آقایی که 1 میلیون فالوور داری، هر پست 500,000 تا 600,000 تا آدم نگاه میکنن. به حرف خودت معتقد هستی که اگر یه ذره پا رو دومت بذارن میری پیش امام حسین؟ اوفیتو اگر وفا کردم به عهدم. حسین جان آره بابا، اون وقت برو دوست داشتن امام حسین رو ببین. خب بعد بیا راجع به دوست داشتن این مردم صحبت کن. میکشونتت از شهرت بیرون، میشونه پای ذریح، میگه بگو. آها، بگوی امام حسین با بگوی بقیه خیلی فرق داره. فرقش چیه؟ میشونتت پای ذریح، پای جوونش حضرت علی اکبر، اعلا همایون حضرت علی اکبر. بعد میگه دعا کن. خب دعای من مگه مستجاب میشه؟ آره. السلام علی من الاجابت تحت قبت الشریف، اگر عبارت رو درست گفته باشم. یه کسی که دعا زیر گنبد تو 100% مستجاب میشه.
فکر کن رفتی پیش یه رفیقت، برگشتی بهش میگی که داداش پول ندارم، میگه بیا این چک. بابا زن ندارم، بیا بابا این دختر خوبه اینو بعد ماشین ندارم، ماشین دمو در این سوچش بعد ببر. داری از این رفیقا؟ از این زنا، از این شوهرا داری؟ به خدا نداری. بچه ها یه بلایی سر من آوردن چند وقت گذشته که من تازه فهمیدم امام حسین یعنی چی. به خدا با اشک دارم میگم. خب چشمای اشک بار دروغ نمیگن، یعنی برای ادا نیست. من تازه فهمیدم وقتی یه نفر زمین میخوره امام حسین چجوری آغوشش میگیره، بلندش میکنه. داداش این وسط اگه واقعا کسی به ذهنت رسید که اینقدر دوستت داره به منم بگو، به ما هم گوش زد کن. کی؟ آره والا. اصلا همین جمله بسه دیگه. زائر رو مزور در 4 فرسخی حرمش در آغوش میگه. حالا دنبال چی؟ رفت. تو بد بودی، امام حسین بدرم میخره. تو بد اخلاقی، امام حسین بد اخلاقیت هم دوست. لذا وقتی زیر خنجر اون ملعون، البته ملعون که نه استغفرالله، زیر خنجر اون دکتر مسیحی افتاده بود، یه نگاهی بهش کرد، گفت ببین کار تو نیست، برو. گفت چرا تو میگی کار من نیست؟ گفت پیغمبرت مگه دیشب تو خواب بهت نگفت به قتال اون آدم نگو؟ آره. گفت من همونم، نواده پیغمبر آخر الزمانم. شمشیر کشید علیه لشکری که خواستن سر از بدن امام حسین جدا کنن. جنگید. تو اون لحظه هم داره دست میگیره. امامه بابا، امام موسی صدر که نیستش که امام حسین. قربونش بشه. الهی که عشق آقا امام حسین رو بچشید. برای منم دعا کنید منم بچشم. اگر شکستی برو در خونه امام حسین. ما قراره از امام حسین به خدا برسیم. اللهم انی اتقرب الیک بذکرک. فهمیدن آقا این ذکر چیه که میخوای به خدا برسی؟ فرمود حسین. حسین کلمه است که رفقا برای ما تجلی پیدا کرده، نمیدونیم سر این کلمه چیه. مثل به شما تو این اینستاگرام میدن دوره میفروشن 1000 مرتبه بگو یا غفار، 1020 مرتبه. مثل اینا این حسین یک سری داره، نهفته است در ها و سین، یا و نون. اصلا یا رحمت الله الواسع و یا باب نجات الامه، رحمتش واسع است. یه اوستای من داشتم، حالا شاید خیلی سیاسی بشه حرفم، میگفت اگر بخواد، اگر امام حسین بخواد، سر اشقلشقیا ترین فرد این دوران هم میتونه بباره رحمتش، اگر بخواد. سر بدترین کسی که تو ذهن تو هم ممکنه بباره. و یا باب نجات الامه، باب نجات. آی خوش به حال اون کسی که تو این بدبختیش دست به دامن امام حسین شد. کسی پیدا کردی که دوست داشته باشه؟ طرف شماره‌شو تو چتت برات نمیفرسته، میترسه ازت. طرف عکس پدر مادرشو از کنار خودش خط میزنه، میترسه که تو ببینی. دوست داشتن چی میگی؟ نشتی کم نیاری یا امام حسین رو لمس کن تو این قضیه.
حرف آخر من و موضوع پادکست بعدی من. خدا اگر چیزی رو ازت بگیره داداش بهت یا بر میگردونه یا راد یوسف علی یعقوبی، برگردان دی بازگردانده یوسف به یعقوب، یا بهت بر میگردونه، یا طبق فرمایش خودش تو قرآن اینه که 1000 برابر بهترشو بهت میده. با امام حسین معامله کن یا علی.